بریم سراغ پیرمرد و دریا اثر ارنست همینگوی. داستان یک پیرمردی که 80 خورده روزه نتونسته ماهی بگیره و هیچ موفقیتی نداشته. پیرمردی که مدام توسط بقیه تحقیر میشه، مسخره میشه که پیرمرد دیگه دورانت گذشته و نمیتونی موفق بشی. قهرمان داستان ما که این پیرمرد باشه، دلو میزنه به دریا، میره و تمام دیوارهای ذهنی خودشو میشکنه، میره سراغ گرفتن ماهی. اتفاقا ماهی میگیره که هیچ، انقدر ماهیش بزرگه که توی قایق خودش جا نمیشه و به زور این ماهی رو به خودش میکشونه و میاره به ساحل برسونه. توی راه کوسه ها میان ماهیشو شکار میکنن و از ماهی خودش فقط اسکلتش میمونه. داستان میخواد با ما اینو بگه ممکنه اون هدفی که شما مد نظرتون هست رو بهش نرسید وقتی دارید تلاش میکنید، ولی آثار اون هدف تو وجودتون میمونه و شما به یک ورژن بهتر از قبل خودتون تبدیل میشید. حتما بخونید پیرمرد و دریا.